عزیزان، موضوع ویدیو امروز راجع به دایمنسیتی 9500S هستش. میخوایم ببینیم چه پیشرفتایی نسبت به دایمنسیتی 9400 داره و چقدر ضعیفترش کردن نسبت به نسل اصلی خودش، یعنی دایمنسیتی 9500. اول از همه میریم سراغ بخش معماری، جایی که یک پردازنده تشکیل میشه و ساخته میشه. معماری دایمنسیتی 9500S بر پایه دایمنسیتی 9400 هستش و هیچ تفاوتی از لحاظ معماری ندارن، یعنی با همون لیتوگرافی 3 نانومتری NP ساخته شدن، با همون فرکانس ها و با همون چیدمان کلاستر و چیزای دیگه و هیچ تفاوتی ندارن. تنها تفاوتشون تو بخش سی پی یو فرکانس هسته اصلیه. توی دایمنسیتی 9400 فرکانسش 3.63 گیگاهرتز بود، ولی توی فرکانس دایمنسیتی 9500S هسته اصلی 3.73 گیگاهرتز سرعت داره و یه چیزی میگفت 100 مگاهرتز سرعتش بیشتره. دیگه هیچ تغییری تو بخش سی پی یو نداره. تموم سی پی یو 9500S هسته‌های جدید هستن مثل 9400 و هیچ تغییری نسبت به اون نداره و کلاسترشون یه جور چیده شده. تو بخش NPU یا همون واحد پردازش تصویر هوش مصنوعی، از NPU 890 با کمی بهبودهای جزئی تو بخش پردازش تصویر و پاسخگویی هوش مصنوعی که بهبودهایی داشته تبدیلش کردن به NPU 990 و میشه گفت اینجا هم یه اسم 100 بهش اضافه شده که باید بدید چه تغییراتی کرده. تو بخش واحد گرافیکی هر دو از مالی 925 استفاده میکنن با 12 هسته پردازشی. دیگه تغییرات این وسط نیست. فرکانس جی پی یو، سی پی یو همه چی مثل همه، تغییراتی نداره. اما تو بخش مجموع قدرت این پردازنده ها، یعنی همون گیگافلاپس، جایی که قدرت حد اکثر قدرت اون پردازنده ها سنجیده میشه و اندازش معلوم میشه، جایی که دایمنسیتی 9500S از دایمنسیتی 9400 ضعیفتره. چرا که دایمنسیتی 9400 3300 گیگافلاپس قدرت داره و دایمنسیتی 9500S 2507 گیگاهرتز قدرت داره و میشه گفت حدود 500 تا 700 مگاهرتز ضعیفتر از لحاظ جنبندی قدرت و این خب میشه گفت یه جورایی میشه گفت سیاست شرکت میدیاتک هستش. از اینا بگذاریم، دیگه چیز خاصی نداره که بخوایم بررسی کنیم. لایک، کامنت، سابسکرایب شما باعث دلگرمی منه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک، کامنت، سابسکرایب و دکمه های در کامنت ها فراموش نشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار عزیزم.